دوستای نازنین السلام علیکم. صبحتان بخیر. خدا کنه که جور صحت باشید، در جایی که از خوش و آرام باشید. دوستا برشدیم که بریم پشت سودا آگان چیز بگیریم، چیزای ضرورت خانه دیگه. هوا باور است که برف است که نام خدا همه تو دیگه. هفته هم کمک است. امروز دوستا اول دروازه رو کمک پاک میکنیم که باز شد. از بابا چیز بگیریم برف پاک کنه. برساگه که اولش پاک کنیم برفه. یعنی تو برف هم در نرم برفی چی است دیگه. وای کانادای مردم هم میگه کانادا بریم کانادا بریم. این هم کانادا، این یخی، این برف زمستان چی. این دوستا موتر پاک کنم، یعنی پاک تنیسیم دیگه چهارا نیست. اینجا چیز نداریم که این بغل ازیر پاک میکنیم و پیشتر ازیر برف کرده دیگه. دستی میست از بین رفت پاک کرده به خدا. بریم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای نازنین هوای یخ هست به خدا. اگه شکفته هم هست، هوای برف هست که زمستان هست، خیلی یخ بود. دست میست آدم بین رفت. موتر پاک کردیم کمی دیگه. بریم برنده باشید دوستا دیگه. اینی می آورد که هوای کانادا هست. این برقه زمستان چی یخ هست دیگه. خوب نامخته برف باریده امروز هفته کرده. هوا خوبه کمی دیگه. شمال نیه، اگه شمال ده باشه دیگه خیلی یخ باشه. دقیقی زبان ممالی از گفت زدن منده. بریم دیگه دوستا. از اینجا موریم وال طرف که کاسکو، اونجا شاید اونجا کاسکو باز باشه دیگه. رخصتی کریسمس زوره جای بند باشه. دوستا زمستان مقبولی خدا داره، بهار مقبولی خدا داره، خزان مقبولی خدا داره. عمیقا مقبول معلوم میشه. همین زمستان که حالا درخت‌ها رو مکمل از برف سفید میگیری، یک مقبول است. خوش آدم دیگه. در خزان سعی کنیم درخت‌ها رنگ در خود رنگ میگیره دیگه. بسیار مقبول معلوم میشه. در بهار که سرسبز است. دیروز کاسکو بند بودیم، امروز اومدیم. امروز باز شده دیگه. بریم سودا مودا بگیریم. امروز گیره برز جواب است. کاسکو هم نقد چیزا گرفتیم. یه دانه اوتو گرفتیم، یک ماشین گرفتیم، شیر و جوز و تخم، یعنی بادرنگ و سیب گرفتیم. بالا دفتری دوستا سودا را از کاسکو گرفتیم دیگه. در موتر انداختیم بریم طرف مال.
دوستان پارکینگ پیدا نمیشه دل به پارکینگ پیدا کردیم دیگه موتر هم اینجا سات میکنیم یک پارکینگ گرفتیم بریم داخل چی گپ است دوستان این مال چی میگه بار جواب هست دیگه کریسمس دی است یعنی کل جای سیل شده دیسکاونت هم تو خاطر امروز گره بار جواب هست مکمل امروز خوب گره بار است در مال شاید خاطر کریسمس هست امروز باشه گره بار جواب هست اول پیرز که رقم مال داک پورا سپاس تاگ وای امروز باکسینگ دی است میگیره که گریبار است چون گریبار است سانبورن امروز دوستان میگیره موتر را دکلو کجا پارک کردم چهار طرف گریبار زدن کندن است پارک است که یک جگه موتر نیست یک از این برش ما سانبورن از ما چیزی دیسکاونت شده بود 40% پیشنهاد مثلا چیز مزرعه نداشتن دیگه از این پس اومدیم میریم طرف خانه دوستان از چیز پتا کنیم جنگه آوردیم جنگه پتا کنیم نمیده آقای سر بیرون گو برف سزا یا همه دوی بند بود پیاز انداختیم که کمی سخت شد با انجام روی بندازیم باز این سیرم دوتا کنیم دیگه جنگه رو پوست کردیم خوب صحیح پاک کردیم در انگلیسی پران میگه دیگه موسم جنگه میگه دیگه مرچ تازه هم بیارم بانجان رو پیاز انداختیم باز خوب صحیح جا هست باز دیگه رو روغن بشه باز دوستان چیز رو انداختیم دیگه پرانه باز خوب صحیح چی کنیم خودم دوستان یه رقم که جنگه پخته کردیم میادن یا دور از دلتان خوب شد آمده رنگ منگشی خوب کنه که مزه بیده تا ویدئوی بعدی را خدا یار مددگارتان خدا حافظ